همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو به جای ما اضافه شده. علی حسین، مقام‌های آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار دادن که به فکر ورود به این درگیری نباشند. آیا در سمت جمهوری اسلامی اراده‌ای برای ورود به این درگیری هست؟ به نظر میاد این حمله‌ای که در واقع بین حزب الله، این درگیری نظامی که رخ داده بین حزب الله و در واقع اسرائیل یک نوعی تخمین بوده از وضعیتی که احتمالی که در واقع چه واکنشی اسرائیل نشون خواهد داد، در واقع پیش بینی اون بوده و این واکنش اسرائیل به نظر من اگر هم اراده‌ای بوده برای پاسخگویی سریع، فعلا به نظر من متوقف کرده. شاید این گستره بزرگی از واکنش پیش دستانه اسرائیل رو شاید انتظار نمی‌رفت که در این سطح وسیع اسرائیل حمله بکنه با 100 جنگنده. در رسانه‌های جمهوری اسلامی اما مخالف این عمل کردن، یعنی بیشتر پوشش دادن حملات حزب الله رو و کمتر به این اشاره میکنن که اسرائیلی‌ها اصلا در حمله پیش دستانه اجازه ندادن خیلی از اونها عملی بشه. ببین، به نظر میاد که اساسا برای این مرحله آماده نبودند، یعنی که این واکنش اولیه اصلا این بخش در نظر نگرفتن، نگفتن، نپرداختن. هم به نوعی میخواستن که حمله حزب الله رو پررنگ بکنن، هم به نوعی انقدر میگم غیر منتظره بود که به نوعی اصلا درست نپرداختن بهش. یعنی آماده نبودن برای چنین در واقع حمله بزرگی از سمت اسرائیل. شاید پیش بینی می‌کردن که پس از حمله حزب الله اسرائیل پاسخ سختی بده، اما باور نمی‌کردن که ممکنه که حتی در قبل از اینکه این حمله انجام بشه یک چنین پاسخ گسترده‌ای را از سمت اسرائیل شاهد باشیم. من گمان می‌کنم که در تهران بسیار بسیار دست و عصا خواهد شد بعد از این اتفاقی که امروز افتاد، چون عملاً توان موشکی حزب الله اون چیزی هم داشت نتونست استفاده بکنه. یعنی فاصله زیادی وجود داره بین اینکه شما موشک و پهپاد داشته باشی تا اینکه در یه جنگ بتونی اونها رو استفاده بکنی. و اگر قرار باشه که قبل از در واقع حمله شما یک همچین پاسخ سنگینی همون قبل از حمله به شما داده بشه، عملاً در واقع تهدید شما بلا موضوع میشه. الان میخوام حالا دوباره برگردم به اون ادامه پرسش اولم. فکر میکنی که جمهوری اسلامی وارد خواهد شد یا اینکه همونطور که گفتی دست عصاتر پیش خواهد رفت و باید شاهد پایان این نزاع دو طرف بین حزب الله باشیم و اسرائیل و همینطور سکوت جمهوری اسلامی؟ ببین، من حتی در سمت حزب الله هم گمان میکنم که بیانیه‌ای که صادر شد این نشون دهنده شکست این حمله حزب الله بود. بیانیه‌ای که گفته شده که این حمله مرحله اولش تموم شده، مراحل بعدی زمانبر خواهد بود. یعنی عملاً به نوعی فهمید که این پاسخ نمیتونه پاسخی باشه در واقع در حد و اندازه های کشته شدن اون فرمانده ارشدشون و به نوعی هم نمیدونه که چه پاسخ دیگری رو میتونه بده که در شأن در واقع اون باشه. یه جور زمان خریدن بوده. در سمت تهران هم چون اسرائیل پیشه تهدید کرده بود که اگر در حزب الله لبنان یا هر جای دیگری اگر تهدید ما بکنه ما پیش دستانه وارد خواهیم شد. این اتفاق در تهران در شهرهای ایران هم میتونه بیفته. یعنی قبل از اینکه این بار حمله پهپادی و موشکی از ایران انجام بشه، در واقع اسرائیل پیش دستانه اون سایت‌های موشکی رو هدف قرار بده و همین خاطر عملاً این که شما بتونی در واقع نشون بدی نقطه ضعفت رو به اسرائیل، تا زمانی که حمله نکردی میتونی هر ادعایی بکنی، ولی وقتی که عملی کردی و بسیاری از توان موشکیت رو پیش از حمله منهدم بکنه، عملاً بخش مهمی از تهدیدی که در واقع اعلامش کردی رو شده که تو خالی بوده. این بلای امروز سر حزب الله لبنان اومد. من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی به این راحتی خودش رو در معرض این قرار نمیده. ببین، یکی از ویژگی‌های کشورهایی که در مقابل اسرائیل هستن اینه که توان ضد هوایی خوبی ندارن. یعنی نمیتونن با تهدید هوایی مقابله بکنن، چه حزب الله لبنان چه جمهوری اسلامی. و این دست اسرائیل بسیار بسیار باز داشته که از هوا هر کاری بخواد انجام بده. به همین خاطر همین کاری که با حزب الله لبنان کرد با جمهوری اسلامی هم میتونه انجام بده و این بار شاید اصلا موشک‌های جمهوری اسلامی از آسمان ایران بخش عظیمیش خارج نشن، همونجوری که برای حزب الله لبنان رخ داد و در نهایت فقط این راکت‌ها و کاتیوشاش بود که تو اسرائیل شلیک بکنه. یعنی این به نظر من این باعث میشه که در واقع هم حزب الله و هم جمهوری اسلامی در پاسخ‌های بعدیشون، در تهدیدهای بعدیشون بسیار دست به عصا بشن. مرسی علی حسین از توضیحات. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو.